خودم فکر میکردم که آیا میشه یه دونه اکانت رو مثل قدیما رایگان بیاریم بالا. یعنی چی؟ یعنی هیچ جمی روش خرج نشده باشه، اونم تو یه سرور دیگه. سلام بچه‌ها، چطورید؟ فانتوم هستم و خیلی 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 خوش اومدیم به این ویدیو. بچه‌ها ما قراره که یه دونه اکانت رو رایگان بیاریم بالا داخل یه سرور دیگه. سرور کجا؟ اونم سرور اروپا که پینگش خیلی خیلی فوق‌العاده عالیه پینگش. حالا یه چیزی هم که قبل این گرفتن این ویدیو فهمیدیم، گیم فیلتر شد. حالا برای من فیلتر شد، من با فیلتر شکن اومدم تو. حالا بگذریم. حالا که یه چیزی که چیه، قراره که ما یه دونه اکانت رو رایگان بیاریم بالا. یعنی چی؟ هیچ جمی روش خرج نشه. حالا ما یه دونه اکانت رو زدم، لول 6شه، یکم بازی کردم باش، حالا یه چیزایی که نگرفتم. حالا قراره که تو این ویدیو بریم ببینیم چی میده توش، استوراژ چجوریه، چیز میذاره رایگان چجوریه. حالا ریدمان ترین چیزی که آورد گارنا همین جم بنفشه، هیچی نداشت. اینجا همون جوریه. میخوایم ببینیم که چی داره، چیکار کنیم. یه دست بریم یه مچ بریم بیار پلی بدیم، لایک کنیم، فراموش نشه. بریم برای ویدیو. خیلی خوب بچه ها، خب حالا اول بریم یه سری به سرورش بزنیم. نگاه کنید اینجا که میخوایم ببینیم سرور اروپاست. سرور اروپاست. حالا گات ویکتور رفیقم اونجا اد فرندش دادم بهش. خب بچه ها نگاه کن اینجا که اینجا حالا نگاه مثلا این سته اومده، سته رو من نمیشناسم، واقعا چیزای خفنی توش داره. حالا این چیه که منم نمیدونم، روت باکس آجی. اینجا حالا چیزایی که رایگان میده، اینجا استورشه ستاشه. خب بریم داخل استور ستاشون. حالا من یکم سری میزنم تایم ویدیو خیلی بیشتر نشه چون یه مثلا قراره. خب ببینید بچه‌ها، یه نکته بهتون بگم، چیزای اینجا با جم میده که اونجا رایگان میده، چیزای اونجا با جم میده که اینجا رایگان میده. حالا مثلا مثل این ست سوکسی سبز اونجا رایگان میشه بگیریش، یا مثلا این سته اونجا ما اینو رایگان گرفتیم، بریم اینجا با جم زده، یا مثلا اونجا اینو با ماجیکیوب میگیریم. حالا اینجا هیچی نداره. خب وایس لحظه دوباره آروم بریم پایین. شما حالا خواستید ببینید بزنید استوب ببینید. حالا نگه این ست زندانی اونبار توی ایونت اومد، میتونستی انجام بدی بگیریش. حالا اونبار تو استورش نیست. حالا اینجا چیزایی که میخواد بیاد، مثلا بچه این موه میاد برای این سرور. حالا سرور خودمون میاد اینا از یه چیزشون. حالا من آروم میرم پایین. قیافش چشماش یه جور دیگه است این کاراکتره، ولی زاویه فک شادیه. مثلا این موه قشنگه. مثلا این بچه این نه، این نیست. فکر کردم چی، کلاه حسیری سرور ما نیستش، بودش بردنش. یا مثلا این بچه ها این سته اینا هم هیچ موقع تو سرور ما نیستش. حالا یکم سری بریم پایین. بریم بخشای دیگه هم سر بزنیم. حالا اینجا ببینید مثلا این حالا تو سرور ما نیست، این هستش، زیادشون نیستن تو سرور ما، اومدن رفتن. حالا این دنسا که هیچ دنس زیاد علاقه ندارم. بچه ها جالبش اینجاست کتابا رو میتونی با جم بگیری. یعنی اینجوری نیست که همه کتابا تو استور هستش، میتونی همشون رو با جم بگیری. اونایی که اومده این دوتا جم هم که تو سرور ما هست، حالا بگ، لوت باکس، اسکیت، حالا چتر اینا. حالا یکم بریم پایین تر. حالا اسکین گان هم که هیچی نداره. خب حالا ما میخوایم بخش رایگان ها رو بگیم. خب حالا بچه ماجیکیوبش رو نگاه کنید، بعضی ستایی که داره اینجا نداره. مثلا زیاد نگاه نکردم. خب بچه مثلا این ست قدیمی من دارمش، توی باکسی در آوردمش. خب بچه حالا اونو ولش. اینجا مثلا این کارت FF توکناش نگاه کنید بچه ها چه ستایی توش داره. اون برم هست ها، ولی بعضی ستاشون نیست اون بر. مثلا مثل این F2 فکر کنم نباشه، مثلا این بگ یا مثلا اینا تو باکس حالت و ماشین نیستش بچه. خب حالا این کارت نگاه کنید دنز اینجا رایگان میده بهت، از اینا میتونی باش بگیری. مثلا این ست نیست اون بر.
مثلا اینجا با اینا 100 تا میتونی بگیری، یه دونه اینا بگیری که مثلا نمیصرفه. بچه حالا بریم بخش کجاش؟ حالا اون ست لباس، من کلا 3 تا لباس دارم، اونم رایگانه. میگم فیلتر شده نمیاره، فیلترم زدم ولی نمیاره بازم. حالا مثلا بریم سمتش، اینا که همه بیان اول بازی میده تایم اوت کنن. گیم متاسفانه فیلتر شده درست. حالا بذاریم مثلا این یخه نیومده فعلا، یا اومده من نرفتم ببینم. این یخه میاد ولی همین تازگی ها سرور خودم یه چیزایی اینجا هست که مثلا چند وقت بعدش میاد. یا مثلا نگاه کنید بچه ها، اینجا تو این چی روالش اسمش یادم رفته، لاکی رویال چی میتونی بگیری؟ مثلا بچه ها نگاه کنید کارت ازدواج اینجا هست، میتونید در بیاری با گل بزنی. یا مثلا این اسکینگانا هستن رایگان میدم بهتون، مثلا بعضی 3 تا 2 تا داره. نگاه کنید من یه اسپین بزنم. خب بچه حالا نگاه کنید، میگم اینجا 3 تا، این 3 تا رو تو میتونی اونور جم بزنی براش بگیری، ولی اینور رایگان میتونی بگیری. حالا نگاه کنید بچه ها چه چیزایی داره، مثلا همه چی، لباس رایگان، بگ رایگان، مثلا این لوت باکسه من اولش فکرم این یخه، همون یخ کوچیکا، یا مثلا این دنسه. حالا اینا هستن همشون. خب بچه ها بریم حالا این اسم بچه بتل رویالش بازی کنیم. این ویدیو این پارت اولشه، چند پارت دیگه هم داره، هر جمعه پارت میذاریم براش. حالا بریم یه مش بتل رویال بازی کنیم. بچه ها بتل رویالش میدونید چجوریه؟ حالا چون من کاپم پایینه، بات میندازه. باتاش اونجوری نیستن که مثلا چیه دمیج میدن میارن پایین. حالا سولوس کن میریم، خیلی مزه میده تو اینجا پلی بدیم. خب بچه راستی یعنی ما قراره که یه پارت دیگه بعد این پارت کلا چند تا پارتش تموم شه، ما قراره که یه ویدیو درست کنیم چند تا پارتش کنیم که تمام سرورها رو بریم ببینیم، یعنی با هم دیگه بریم تمام سرورها رو ببینیم. بچه‌ها لایک های این ویدیو رو ببرید بالا دیگه. آقا من که نمیدونم چند تا، ولی ببرید بالا. لایک این ویدیو خیلی بالا بیاد، بالای 20 تا 30 تا بخوره لایک این ویدیو. توقعات بالایی هم بچه‌ها میرم تمام سرورها رو براتون چی میکنم، آموزشش هم میذارم که با چه فیلتر شکنی برید. آقا از این بهتر آموزشش هم میذارم براتون. پس لایک و ویدیو برای دوستاتون بفرستین، کامنت بذارید، قلب بذارید برای من تا بتونم انرژی بگیرم براتون ویدیو خفن تری بسازم. بچه‌ها حالا من که کاراکتر اینجا چی ندارم، همینجوری بریم میکنیم. بچه‌ها لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، برای دوستاتون بفرستید. بهتون گفتم که ما قراره چیکار کنیم. بچه‌ها باتشون بهتون گفتم چه شکلی دمیجت میدم میاره پایین، بالا منم ناک میکنن. بات نیستن چه جور بهتون میگم، حالا خودتون میبینید، نمیشه بهشون بگی بات. بچه حالا میگید چرا مهتون نگفتی پینگش فوق‌العاده؟ به خدا فیلتر روشن کردم. پینگش من که تست کردم، دوستام رفیقامم تست کرده بود، رفیقم علی، حالا بعضیتون بشناسیدش، اونم تست کرده بود حاجی. پینگش از 50-60 بالا نمیاد حاجی، پینگ 50-60-70 حاجی، 70 بالا نمیاد. فوقش بالاترین پینگی که بره 75، یعنی 50-60 قفله. حالا من میام پیک تا بهتون نشون بدم چه شکلیه چیزایی که میگم. بچه ها دیدید، نگاه کنید بچه ها. حالا پینگ من ضعیف شده، کم فشار دادم بنده خدا. حاجی نه تو رو خدا نه. نگاه کنید بچه ها دیدید دمیج میدم با آدم، کم فشار بدم من چون میگم دیگه ها میریزن رو آدم اینجوری. یه لحظه دیگه الان بچه ها براتون هدشات میزنم. بچه ها فشار دادم. از
این به بعد براتون هدشات میزنم. یا اول از بچه اینا کیان؟ دید بچه ها نکنید نخوری داداش کیلمو نخوری بچه چند تا کیل بزنم ویدیو رو لایک بچه 10 تا کیل زدم بالا 10 تا کیل زدم با قول بدید که ویدیو رو لایک کنید. دید بچه ها نگاه کنید نزن داداش نزن. اوه بچه ها میگم دیگه باتاشون باس نیست، یعنی شبیه باتا پلی نمیدن. حالا پینگ منم یکم ضعیفه دوباره خوبه. بچه ها بالای 10 تا کیل زدم قول بدید ویدیو رو لایک کنید. بالای 15 تا زدم باید ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید. خیلی بد میزه نزن داداش نزن یخ ندارم. چه 7 تا 3 تا دیگه بچه با بذارید لگم باشی پینگم میره بالا لگم بذار من 3 تا کیل بزنم داداش نزنم دیگه. نزن داداش نزن حاجی به خدا نگاه کنید بچه ها لگ گرفتم حاجی یه مچ دیگه حاجی بچه ها لگ گرفتم به خدا پینگم رفت بالا لگ گرفتم. یه مچ دیگه به من فرصت بدید این ویدیو رو کات کنم. خب بچه ها الان من استارتش کردم. این مچ رو بریم بیماساکی میریم بچه ها لوت گیرمون نمیاد پینگمون هم ضعیفه. بچه ها این مچ 10 تا زدم دیگه لایک ویدیو رو بزن حاجی یه لایک به ما نمیرسه الان لایک ویدیو رو بزنیم. میگم دیگه باتشون جوریه که بات نیست. حالا خودت اینجا الان آبه اما خاک نیست. بچه آدم انمی میزن اون لک گرفتم اگر نه حالا نک نمیشد. دیدید بچه ها الان من اینجا دارم این کار رو میکنم. حاجی نزن داداش حاجی ولمون کن. چرا اینجا نک میکنیم حاجی تو از دست من فرار کنی من گیم رو پاک میکنم. حاجی گرفت کیلم میگیرن حاجی این منو زد داداش نزن تو رو خدا. بچه دیدید اینا باتشون نه باتشون نمیاد. الان اینو زدن کی نخمون چجور بشکنن. وای حاجی حق نداره الان فکر کن نیت بندازم. بشکنید صدا با خیلی دارم. هیچی ندارم بزنم مجموع کنید. چه یکم من فشار بدم. نزن داداش تو رو خدا
تیر تمام کردم. بچه ها فایت سنگین. چرا هدشات نمیزنم بچه ها؟ دیگه درک کنید تیر نداشتم، مجبور بودم. دید گفتم بچه میگم باتشون یه جوریه که بات نیست. حالا این گانه رو بگیریم. 4 تا زدیم فعلا. دید تلاش دارم میکنم یه لایک کنید دیگه. تلاش های گوناگون، تلاش های بزرگ. نیم ساعت فقط ما چه نگاه کنی یخاشون از یخای اون برای من بهتره. آجی خودتون درک کنید. بچه ها نمیدونم من چرا رکوردم قطع شده. همین الان رفتم دیدم رکوردم وسط فایت قطع شده. چرا دیگه تا اونجا قطع شده، تا اونجا یاری داده. بچه مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب نشه. زنگولارم بزن حتما این ویدیو رو برای چون چند تا پارت دیگه هم داره. اون چیزی که قولش دادم حتما لایک ویدیو رو بکن، حتما انجام میدم براتون. شنبه شبم لایویم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خداحافظ.